سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. خب من طبق همون چیزی که قول داده بودم به خودم روز سومی هست که میخوام 8000 تا قدم بردارم، ولی گفتم امروز در حین اینکه دارم این قدم رو میشمارم راجع به این چیزا رو با شما صحبت کنم، شاید که لازم باشه بقیه هم بدونن، بالاخره مفید باشه دیگه. حالا یه کانالی زدیم دور هم دیگه، یه اطلاعاتی هم بدیم به دوستان. میخواستم که راجع به کردن هلند صحبت کنم، این که فرقش چیه، اصلا چرا اومدیم هلند، اصلا که فرقش با کشورهای دیگه چیه، چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. البته فکر کنم اینا رو تو ویدیوهای بعدی بیشتر راجع بهش حرف بزنم، ولی خب اگه بخوام صادقانه بگم که چرا ما اومدیم هلند، ما مثل بقیه ایرانی‌ها دیگه که اول از همه به استرالیا و کانادا فکر می‌کنم، ما به استرالیا و کانادا فکر کردیم اولش. و ولی چون که برنامه‌اش خیلی سخت شده، سنت بالا میره، امتیازت نمیرسه و خب دیگه کانادا هم که خودتون در جریان هستین دیگه، اینقدر که پرونده‌های زیادی داره و امتیازش بالا رفته که تقریبا طبق پیوار که خیلی سخت میشه رفت. ما حتی برای دانشجویی هم اقدام کردیم، ولی خب اینجوری بود که دانشگاهاش هم یکم سخت‌گیرتر شد، یعنی که تعداد درخواسته برای دانشگاهاش خیلی بالا بود و نمیشه گفت ریجکت کردنمون، من شوهرم که اقدام کردم، ولی خب گفتن که مثلا بیاین این رشته رو بخونین اون ترم بیاین یا از این حرفا. خلاصه دیدیم کارمون با کانادا نمیشه. استرالیا رو هم راستش خیلی بهش که فکر نکردیم و گزینه بعدی همه ما ایرانی ها اروپا دیگه. آره هوام که میبینین پیروز اومدم گفتم که هوای قول همش بارون میاد و خیلی ابریه و اینا، امروز هواش آفتاب شده و دلبری میکنه و ولی خب خیلی سرده دیگه. دیروز برف اومده، دیشب هم یکم برف اومد و اینطوری. آره خلاصه که گزینه بعدی اروپاست. خب کشورهای مختلفی داره و اینا که خب اون بازم اینجوری نیست که ما به عنوان یه ایرانی بتونیم هر جای دلمون خواست مثلا تصمیم بگیریم و بریم. مثلا شاید آلمان برای تحصیل اومدن خیلی گزینه مناسب تری باشه، چون برای دانشگاه رایگان داره، هزینه زندگی توش کمتره و از اینجور چیزا محاسنی داره به هر حال. ولی هلند مثلا دانشگاه ها پولیه ولی خب مثلا ویزا همراه خیلی راحت تر میده نسبت به آلمان و شاید خیلی از خانواده ها بیشتر تمایل داشته باشن که اینطوری مهاجرت بکنه. خلاصه که اینطوره، یعنی باید گزینه دیگه نداشتیم که اومدیم هلند، ولی خب الان در کل راضی هستیم. آره شاید امروز بیشتر راجع به این حرف بزنم که اصلا مهاجرت، چرا همه دارن از ایران میزنن بیرون، اصلا خوبه بده چجوریه. اومدیم زیر پل، بلندتر از پله. راستش رو بخوام بگم مهاجرت خیلی کار سختیه، خیلی سخت. سن و سال شرایط و همه اینا هم بستگی داره. مثلا کسی که کاری بیاد اینجا خب خیلی راحت از کسی که بخواد دانشجوی اینجا بیاد مهاجرت کنه. دانشجویی خیلی سخته، سن خیلی مهمه، همه دیگه. ولی خب کلا هم کار سختیه دیگه و خب شرایط ایران هم یه جوریه که همه بیشتر تمایل دارن که ازش خارج بشه. دلتنگی هست، سختی هست، در هر حال اروپا هرچی که باشه آدمای نیتیو زیاد داره، شما اینجا خیلی طول میکشه تا آداپته بشی. هر کشوری زبان خودش رو داره، با اینکه هلند همه انگلیسی صحبت میکنن، ولی خب اینجوری نیست که شما مثلا نیاز به هلندی نداشته باشین. اصلا امکان همچین چیزی نیست. اصلا میری تو خیابون میبینی هیچی نمیفهمی، اصلا شوکه میشه واقعا. اصلا انگار مثلا داری تو سرزمین عجایب راه میره. یکم این پشتارم ببینین، پشت این ساختمان بلنده ایکیا خرونینگنه. آره ما در شهر خرونینگن زندگی میکنیم.
من خلاصه که کلا خیلی سخته، ولی چیزی که هست اینه که به هر حال نمیدونم راهیه که خیلی از ما ایرانی‌ها شاید دوست داشته باشیم تجربهش کنیم و واقعا هم از نظر تجربه اینکه شما یه کشور دیگه برین و ببینین چه خبره، آدم دارن چجوری زندگی میکنن، خیلی دید عجیب غریب به آدم میده. یعنی این دیدار رو به نظرم آدم شاید تو مسافرت خیلی بهش نرسه. میای خوش میگذره میری دیگه، مثل متوجه مشکلات و سختیات و خیلی چیزا نمیشی. مثلا یه چیزی که مهاجرت داره اینه که شما با هیچ اینجا خاطره خاصی نداری. شاید الان همه فکر کنن که خب خیلی خوب عادت میکنیم دیگه، ولی نه، واقعا آدم تا این مدت زیادی عادت نمیکنه. یعنی هر جایی که نگاه میکنی به نظرت خب چرا اینجا اینجوریه. مثلا یهو هر بار که سرتون میاد بالا از خودم میپرسی من اینجا چیکار میکنم، مثلا برای چی اومدن، از این حرفا دیگه. خلاص ولی خب به نظر من مهاجرت تجربه‌ایه که خوبه که اگر شرایطش رو آدم داره تجربهش کنه، ولی نه به هر قیمت. واقعا مهاجرت اون تجربه این نیست که فکر کنیم ارزشش رو داره که به هر قیمت مهاجرت کنیم. واقعا ارزشش رو نداره. یعنی شاید اون نقطه‌ای که خیلی ها بهش میرسن و فکر میکنیم که آره بریم تلاش کنیم میشه و از این حرفا، نقطه خیلی سختیه، خیلی بهای سنگینی داره و حالاها بهش نمیرسی. الان واقعا شما نمیتونیم، ماهایی که من الان 1 سال مهاجرت کردم، یعنی واقعا ما نمیتونیم الان خودمون رو به مثلا بگیم که آره فلانی 5 سال پیش اومده تلاش کرده شده. نه، ممکنه که الان 5 سالی که پیش روی ماست مثل 5 سال قبل واقعا نیست. همه چیز دنیا تغییر میکنه و شرایط عوض میشه و واقعا چیزی نیست که ما بتونیم بگیم که اوکی بریم تلاشمون رو بکنیم فلانی. واقعا اگر که یه شرایط معقولی فکر میکنین براتون پیش میاد، سرچ کردین دیدین که رشته‌تون خوبه، فضای کاریش خیلی مناسبه، خب چرا که نه. ولی اگر که فکر میکنین که نه و حالا میریم و اونجا یه کاری میکنیم و از این حرفا، واقعا اینجوری نیست. اینجا از این رستوران هست که روی آبه، کشتی روی آبه، رستوران هم هست. کلا اینجا همش کانال آبه دیگه. اینجوری خلاصه که به نظر من به هر قیمتی ارزش نداره مهاجرت، چون خیلی سختی‌های زیادی داره. تجربه خوبی هست ولی واقعا همه آدم شبیه هم نیستن دیگه و واقعا هم ممکنه که وقتی که میرین شرایط اونجوری که فکر میکنیم پیش نره. یعنی واقعا اینطوری نیست که بگیم میرم صد خودم رو میذارم، همه این کار رو میکنن ولی ممکنه که اون صدی که فکر میکنی واقعا نتونی بذاری، یا شاید خیلی طول بکشه یا هر چیزی. خلاصه که البته من اگر این حرفا رو که از قبل از مهاجرت بهم میزد میگفتم وای آشون میکنه، وای حالا میخواد بگه که نمیشه میشه، یا اینکه نه یا اینو از این حرفا و بگه که آره یعنی مثلا من تونستم شما نمیتونین، از این حرفا بالاخره آدم خیلی با خودش فکر میکنه. من فکر میکنم وای حالا چه ناله هایی که سر نمیدن، حالا که چی مثلا بالاخره رفتی اونجا راحت شدی رفته، حالا دارین از این حرفا میزنی. ولی واقعا واقعیت هم اینه که خیلی تجربه عجیب و طاقت فرسای مهاجرت، میگم هم ارزشش رو داره ولی نه به هر قیمتی. خب شاید برای امروز کافی باشه. بعداً یک روز حتما میام راجع به خوبی‌های هلند، بدی‌های هلند، مقایسه‌اش با کانادا، حتی با کشورهای دیگه حتی محدودی میام راجعش صحبت میکنم. منم اطلاعات محدودی دارم از تجربه‌ای که از خودم کردم و بقیه دوستانو شنیدم یا خوندم راجبش
صحبت میکنیم با هم دیگه. خلاصه که دارم میخواد بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنم. شاید به درد کسی بخوره، شاید هم نخوره، اصلا هیچ کس هم نبیندش. خلاصه روزتون بخیر باشه دوستان.